امروز میخوام بهتون میرزا قاسمی اصیل گیلانی رو آموزش بدم. برو بریم. بادمجون میرزا قاسمی درست حسابی اگه روی زغال کبابی بشه یه مزه دیگه ای داره. یه نکترم همینجا بهتون بگم، اگه میخواین بادمجوناتون خوب مغز پخت بشن، سر و تهش رو یه سوراخ ایجاد کنین، بعد بندازینش روی زغالایی که گر گرفتن تا کبابی بشن. حالا شما چیکار میکنین که پوست بادمجون رو راحت تر بگیرین؟ بذارید من یه نکته بهتون بگم. یا مثل من بریزینشون توی پلاستیک و ببندینشون که کاملا بخار کنن و راحت پوستشون گرفته بشه، یا توی قابلمه دردار بذارینش و وقتی بخار کنه به همین سادگی قلفتی پوستش کنده میشه. حالا میرزا قاسمی اصیل گیلانی اصلا به قرمزی نمیزنه، ولی من میگم 3 تا گوجرم همینجا حتما کبابی کنین و بذارینش کنار، بعدا به غذا اضافهش میکنیم، عالیش میکنه. بادمجونایی رو هم که کبابی کردیم اول حسابی ساتوریش میکنیم، بعد از ساتوری کردنم اینقدر با گوشکوب میکوبیمش که هیچ بافتی توش باقی نمونه و حسابی له بشه. برای گرفتن تلخی بادمجونم تخماش رو در حدی که میتونیم بگیریم. حالا توی تاب روغن میریزیم و وقتی با حرارت کم داغ شد، سیر رنده شده رو اضافه میکنیم و با حرارت کم تقریبا 20 ثانیه تفتش میدیم. بعد زردچوبه رو اضافه میکنیم و 30 ثانیه هم با زردچوبه تفتشون میدیم. سیر خیلی حساسه و زود میسوزه، حتما حرارتتون کم باشه و یه کوچولی که تفتشون دادیم بادمجونایی رو که کبابی و له کردیم بهش اضافه میکنیم و همشون میزنیم تا کاملا به خورد هم برن و بعد اون گوجه هایی رو که کبابی کردیم پوستشون رو میگیریم، اونها رو هم ساتوری و لهشون میکنیم و به بادمجونا اضافهشون میکنیم. حالا باید موادمون رو با همون حرارت کم حدوداً 1 رو 20 دقیقه تفت بدیم و همشون بزنیم تا روغنشون یه مقدار بزنه بیرون و به این صورت موادمون کاملا با هم تفت بخورن. این تفت دادنش خیلی مهمه و خوشمزه‌اش میکنه. بعد بهش نمک و فلفل سیاه اضافه میکنیم و یه مقدار که با هم مخلوطشون کردیم یه چیزی میخوایم بهش اضافه کنیم که خیلی خوشمزه‌اش میکنه و اون کره است. یه مقدار خیلی کمی کره هم بهش اضافه میکنیم و همشون میزنیم تا کره کاملا آب بشه. و در آخرین مرحله برای درست کردن میرزا قاسمی هم تخم مرغ رو میشکنیم توش و اینجاش دیگه اختیاریه که میخواین تخم مرغ رو هم بزنین یا بذارید همینجوری روی میرزا قاسمی ببنده. ولی اگه میخواین میرزا قاسمی اصیل گیلانی درست کنین کاملا باید همش بزنین تا اصلا تخم مرغ توش معلوم نباشه و به همین صورتی که میبینید یه میرزا قاسمی لذیذ و خوشمزه درست کنیم و گیلانی ها با برنج کته این میرزا قاسمی رو میخورن و کنار سیر تازه و باقالی تازه و ماست چکیده و این میرزا قاسمی جذاب و خوشمزه. امیدوارم حتما درستش کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. برای دیدن آموزش‌های بیشتر میتونید صفحه‌ام رو سابسکرایب کنین و باز هم با من همراه باشید. فعلا خدا نگهدارتون.